اگر دوست داری از چند جهت برگات بریزه این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. این یک موتور معمولی ماشینه که در ثانیه فقط چند گرم سوخت مصرف میکنه تا ماشین به حرکت در بیاد و حرکت کنه. و اما مطمئنم باورت نمیشه که قوی ترین و بزرگترین موتور دنیا در ثانیه چقدر سوخت مصرف میکنه. این موتور بود که موشک ساترن 5 رو به سمت ماه پرتاب کرد و فضانوردا تونستن روی ماه قدم بردارن. قبل از اینکه جزئیاتش رو بگم، اول بیایید یکم با هم دیگه محو تماشای قدرت این موتور بشیم. موتور این موشک F1 نام داره. F1 میتونه در هر ثانیه 2.5 تن سوخت و اکسیژن رو بسوزونه و قدرت این موتور تو اون لحظه 600 تنه، یعنی میتونه 600 تن جرم رو از زمین بلند کنه اون لحظه. موتور F1 بعد از گذشت این همه سال هنوز هم قوی ترین موتور دنیاست.